مرگبارترین مرگ‌های تاریخ و که بیشترین مرگ و میر رو داشتن بریم با هم دیگه ببینیم. شماره 10 طاعون هستش که طاعون تا حالا 5 میلیون نفر رو کشته. شماره 9 کرونا هستش که همین ویروس جدید خودمون بود که دهنمون رو سرویس کرد که نزدیک 7 میلیون نفر رو کشته. شماره 8 همون طاعون هستش ولی یک مدل جدیدش انگار که این 12 میلیون نفر رو تا به حال کشته. شماره 7 یکم عجیب هستش، اسمش کوکولیست هستش که اگه اشتباه نگم حالا این پایینم می‌نویسم که نزدیک 25 میلیون نفر رو تا به حال از پا در آورده. شماره 6 HIV هستش که 40 میلیون نفر رو تا به حال کشته. شماره 5 آنفولانزای اسپانیایی، تا حالا نشیندم ولی نزدیک 55 میلیون آدم رو تا به حال کشته. شماره 4 دوباره طاعون هستش که این مدل دیگه‌ش انگار که نزدیک 90 میلیون آدم رو تا به حال کشته. شماره 3 مرگ سیاه هستش که این لامصب تا به حال 300 میلیون آدم رو کشته. شماره 2 آبله هستش که احتمالا خیلی همون شنیدیم که این مریضی تا به حال 500 میلیون نفر آدم رو کشته. شماره 1 به نظرتون ویروسی هستش که از همه اینا بیشتر باشه؟ حتما توی کامنت ها بگین.